بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت تمام همراهان عزیز با ویدیوی دیگر از مجموعه ویدیوهای مهاجرت، ویزا، فرصت‌های تحصیلی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این ویدیو قصد داریم تا در مورد 1200 فرصت پناهندگی بشردوستانه‌ای که دولت ایتالیا اعلان کرده بود و اینکه چگونه برای از همین فرصت‌های بشردوستانه شما میتونین ثبت نام کنین با شما عزیزان صحبت کنیم. اول یک خبر در مورد از همین فرصت‌های بشردوستانه. من البته در مورد از همین فرصت‌ها ماه گذشته، تقریبا یک ماه گذشته صحبت کرده بودم و اینکه چگونه میتونین ثبت نام کنین. گروپ اول اشخاصی که توسط دولت ایتالیا شناسایی شده بودن تاریخ 9 دسامبر، همونطوری که میبینین تاریخ 9 دسامبر اینها توسط از همین پروگرام هیومانیتریان کوریدور، پروگرامی هست که توسط دولت ایتالیا پیش گرفته شده، به ایتالیا رسیده. در این پروگرام، یعنی در پروگرام هیومانیتریان کوریدور، 1200 افغان که واجد شرایط باشند، در مورد واجد شرایط بودنشان هم صحبت میکنیم، شناسایی میشن توسط دولت ایتالیا و اینها به ایتالیا انتقال داده میشن. خب این فرصت‌های پناهجویی تاریخ 5 نوامبر اعلان شد. ایتالیا اعلان کرد که از طریق از همین پروگرام این تعداد افغان‌ها را قبول میکنه و این که این افغان‌ها از کجا قبول میشن، این نکته‌ای است که در نحوه ثبت نام از همین فرصت‌های بشردوستانه دولت ایتالیا وجود داره. این افغان‌ها از ایران و همچنین از پاکستان، افغان‌هایی که به تازگی به ایران و پاکستان فرار کردن، این افغان‌ها در اونجا شناسایی میشن و بعد از اینکه مصاحبه از اونها گرفته شد در همون کشور پاکستان و ایران، اینها به عنوان واجد شرایط شناسایی میشن. برای از اینها ویزا صادر میشه در سفارت ایتالیا و اینها به ایتالیا انتقال داده میشن. خب البته در مورد ثبت نامش باید بیان کنم که ثبت نام این پروگرام با ثبت نام پروگرام های دیگه متفاوت است. اشخاصی که برای از این پروگرام انتخاب میشن اشخاصی هستند که قبلا خودشان را به سازمان ملل معرفی کردن، یعنی به تازگی خودشان را به سازمان ملل معرفی کردن. اینها یا کارت اسایلم سیکر دارن و یا کارت ریفیوجی دارن. خب از طرف دولت ایتالیا نماینده هایی ارسال میشه به ایران و یعنی ارسال شده بود همین چند روز پیش پروژه از اینا برای سال 2021 هم ختم شد. نماینده هایی ارسال شد که این نماینده ها از طرف خود ایتالیا بودن، به ایران و پاکستان رفتن. در حدود 80 فامیل اینها در پاکستان بررسی کرده بودن کیس های از اینها را، مخصوصا او دسته فامیل هایی که یکی از اعضای فامیل از اینها در ایتالیا باشه. کیس های از اینا بررسی شد، از اینا مصاحبه گرفته شد، شرایطی که و یا خطرهایی که اینا رو تهدید میکرد به همه بررسی شد. از بین از این 80 فامیلی که کیس های از اینها بررسی شد، تعدادی از اینها این ویزا گرفتن و در روزهای قبلی اینها به ایتالیا انتقال داده شدن. تعداد دیگه از اینها به زودی ویزا میگیرن و در روزهای آینده به ایتالیا انتقال داده میشن. البته پروژه برای امسال ختم شده، چرا اون شخصی که خانومی که از طرف ایتالیا آمده بود و کیس ها رو بررسی میکرد به خاطر کریسمس پس به ایتالیا رفتن. در روزهای آینده من اخبار دقیق از یک منبع معتبر شنیده بودم که 2 نماینده دیگه از ایتالیا میاد پاکستان و شروع به بررسی کیس های جدید میکنه. نکته ای که در خود از همین متن خبرم نوشته شده این است که همونطوری که میبینید 400 نفر از اشخاصی که وضعیت پناهندگی داشتن، اینها کیس هایشان بررسی شده و اینها اکثرا اشخاصی بودند که خودشان را به UNHCR معرفی کرده بودند
این 400 نفر هم در ایران و هم در پاکستان کیس های از اینها بررسی شد. 800 نفر دیگه از روش های دیگه به غیر از UNHCR کیس های از اینها بررسی میشه از طرف از همون نهادها. اینها به وزارت داخله ایتالیا معرفی میشن و برای از اونها پناهندگی داده میشه. ولی نکته‌ای که در همین قسمت نوشته شده این است که این پروگرام با پذیرش این تعداد اشخاص خاتمه پیدا نمیکنه. پروگرام برای 2 سال ادامه پیدا میکنه. یعنی سال 2021 که فعلا ثبت نامشان تمام شده، در سال 2022 همونطوری که گفتیم 2 نماینده جدید میاد. این 2 نماینده کیس ها رو بررسی میکنن، خودشان مستقیما سهم میگیرن دیگه. این سهمیه ها به UNHCR و یا سازمان ملل داده نشده به خاطر از اینکه بعضی اخبار وجود داره که سازمان ملل کیس ها رو به فروش میرسانه. این سهمیه ها توسط خود از همین اشخاص یا همین کیس ها توسط خود از همین اشخاص بررسی میشه. در سال 2022 800 نفر دیگه ای که واجد شرایط باشن اینها شناسایی میکنن. بازم تکرار میکنم، هم در کشور ایران و هم در کشور پاکستان. البته اینها بیشتر سعی میکنن تا از این 2 کشور اشخاص رو قبول کنن به دلیل از اینکه زمانی که بحران در افغانستان ایجاد شد، این بیشتر اشخاص چون مرزهای ایران و مرزهای پاکستان باز بود، از طریق از همین مرزها خودشان به این کشورها رساندن و اینها اینطور استدلال میکنن که این پروگرام بیشتر اشخاص واجد شرایطی که برای از همین پروگرام وجود داره یا در ایران هستن و یا در پاکستان. خب همونطوری که گفتیم تا حالا 400 سهمیه و یا 400 فرصت تا به حال شناسایی شدن. 400 شخص شناسایی شده. اینها نیمی از همین اشخاص به ایتالیا انتقال داده شدن، گروپ دیگه‌ای در روزهای آینده به ایتالیا انتقال داده میشه. 800 فرصت دیگه وجود داره که این فرصت ها نیز به زودی در سال 2022 برای اشخاصی داده میشه که واجد شرایط باشن. یک نکته‌ای که در این قسمت باید بیان کنم قبل از اینکه این ویدیو رو به ختم برسانم این است که اشخاصی که بازم تکرار میکنم اشخاصی که یکی از اعضای فامیلشان در ایتالیا هستن و خود از اینها فعلا در پاکستان و یا ایران هستن، در صورتی که شما متوجه باشین، در صورتی که میخواین از این فرصت ها استفاده کنین، تنها لازم است تا به وزارت داخله ایتالیا یک ایمیل بزنین و یا یک وقت ملاقات با سفارت ایتالیا بگیرین، کیستان در اونجا بیان کنین. مخصوصا کسانی که کارت های پناهندگی و پناهجویی دارن، اونها شما رو شامل از همین پروگرام میسازن و با شامل شدن از همین پروگرام شما به زودی از پاکستان و ایران خارج میشین. پس در صورتی که یکی از اعضای فامیلتان باشه، شما اولویت اول هستین و در کنار از همین ویژگی که شما دارین باید شما اثبات کنین که جانتان در خطر است. خب از این که تا این قسمت ویدیو همراه ما بودین جهان سپاس. در صورتی که مایل هستین تا از اخبار جدید مهاجرت، ویزا، پناهندگی و فرصت‌های تحصیلی آگاه شوین، شما میتونید کانال یوتیوب مدابس رو سابسکرایب کنین تا از این اخبار جدید آگاه شوین. شما را تا ویدیوهای بعدی به خداوند بزرگ میسپارم. با تشکر از توجه شما عزیزان.